مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که شب 26 اپریل سال 2023 تخمینا ساعت 22:30 راننده اسکوتر دادابویف شاکرجان سال تولدش 1970 ساکن نویه باباجان غفوروف هنگام حرکت در حدود جماعت دیهات اسفسار نویه مذکور از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به قسم قفای автомاشین بورکش تمغه گاز 66 تحت اداره راننده یوسفوف اکرم جان سال تولدش 1994 ساکن شهر گلستان برخورده است. در نتیجه دوچرخه‌ران دادابویف جراحت وزن جسمانی برداشته هنگام به بیمارخانه دسترس نمودند در راه به هلاکت رسیده است. اوید به این حادثه تحقیقات ادامه دارد. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه ها پرخطر به شمار می روند. سال 2022 بر اثر 1096 صدمه در راههای جمهوری 416 نفر به هلاکت رسیده، 1197 تن دیگر مجروح شدند.